به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز سلام. در صحبت با استاد محیدین کبیری هستیم در بعضی موضوعهایی که در اخیر در رسانه ها خیلی به طور گسترده مطرح شدن میخواهیم با استاد موردی بررسی قرار دهیم. استاد، میخواستم در ابتدا از شما درباره این بپرسم که در چند وقت اخیر حکومت تاجیکستان و بخصوص پرزیدنت رحمان به طور گسترده شما را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مخالفین را در عموم متهم به آن میکند که شروع جنگ شهروندی را شما بر عهده داشتید، به دوش داشتید و باعث سرزدن جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی مخالفین بودن در عموم و به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که خیلی با طور صریح از طرف رئیس جمهور در این شب و روز این موضوع را مطرح میکند و پیگیری میکند. به نظر شما آیا این اتهامات چی نتیجه را در پی خواهد داشت و آیا این تحریف ها می توانند واقعیت داشته باشند و این تحریف نیست در واقع در تاریخی به اصطلاح معاصر تاجیکستان و چرا مخالفین و اونهایی که حتی شاهدان این چیز هستند در این شب و روز بیشتر خاموشند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. و باید با تأسف گفت که وقتی آخر این گونه اتهامات بیشتر شدن. این اتهامات قبلا هم وجود داشت بخصوص سالهای اولی جنگ شهروندی و بعدا در رفت مذاکرات و بخصوص مرحله پس از صلح اینا کمتر شدن یا به شکل دیگر گفته می شدن اگرچه کاملا از بین نرفت، ولی باز هم روزهای اخیر از نو این مسئله رو خیلی بیشتر دامن میزنن نمایندگان حکومت. بخصوص با کمال تأسف باید گفت که از زبان خود رئیس جمهور امام رحمان این به تکرار صدا داد و خیلی با صراحت که اصلا باید این گناه نمی بود، نباید پرزیدنت یک کشور تا این حد پایین بیاید و همچون که یکی از رسانه‌ها اخیراً نوشت به سطح یک قماندان جنگی پایین بیاد و صحبت کند که بالاخره باید حد و حدود خود را و مرز خود را بشناسد و رعایت کند، اونم به خاطر احترام خودش. اگر یک نفر حتی رئیس جمهور هم باشد خودش را احترام نکرد، طبیعی است که دیگران اون مرز را نسبت او سبکتر عبور خواهند کرد. اما بیاید بحث را از جای دیگر آغاز کنیم. از یک مسئله خیلی مهم است، این تحریف مفهوم‌ها و واژه‌ها و حتی ارزش‌ها. این در سیاست چیزی نو نیست. سیاستمداران بخصوص سیاستمدارانی که از اعتقاد دارند که در سیاست هیچ جای برای ارزش و برای فرهنگ نیست و یک سیاستمدار نباید که خود را پایبند ارزش‌ها و فرهنگ و اخلاق کرده باشد. کسانی که سیاستمدارانی که به این اعتقاد هستند خیلی راحت واژه‌ها رو تحریف میکنند، ارزش‌ها رو تبدیل میکنند جایهاشون رو و این واژه‌ها و مفهوم‌ها و ارزش‌ها رو در جایهای استفاده میبرند که نباید استفاده برد و یک مناسبت دخوره به اصطلاح استانداردهای دخیله دارند و برای اونها معیار وجود ندارد. حالا شما که از این اتهامات آشکار علیه نهضت صحبت کردید، به خصوص واژه‌هایی که استفاده شد مثل خیانت، مثل مزدوران خواجگان خارجی و حتی کلمه‌هایی که اصلا نباید در لکسیکون یک سیاستمدار سطح بالا باشد، متهم کردن رقیبان خود به بدنفسی و به اتهامات کوچه بازاری دیگر، اینا سوال با وجود میاد که برای خود استفاده برندگان این واژه چی باری معنی دارد، اونها چی میفهمند از این واژه ها و سوال این است که آیا یگان مراتبه خودشون رو در آینه این واژه ها دیدن، مقایسه کردن یا به اصطلاح دیگر در ترازوی این واژه ها خود را برکشیدن یا نه. اما اون چرا این کار رو انجام میدهند؟ خب دیگه قدرت دارن. حالا قدرت دارن، فکر میکنن که هر چیزی که آنها میخواهند بگویند حقیقت است و از دروغ گفتن هم مثلا اینجا درست است استاد که اونا قدرت دارن یا چیزایی دارن میگن، ولی
امروز شاهدان حادثه ها وجود دارند، شما همچنین مثلا و دیگران، یا اینکه مثلا حداقل در این نوشته های تاریخی هست وجود دارند که مثلا واقعیت ها چی بودن؟ چرا طرف مقابل این مسائل رو مطرح نمیکنه؟ حالا ببینید، من به این سوال شما حتما برمیگردم. اجازه بدید من اون فکر خود رو انجام بدهم که چرا دست به این کار میزنن و چرا به این حد دروغ میگویند. اینا در سیاست کلی پیروان مکتب سیاسی و دولتداری ماکیاولی هستند و اصلا تهمت کردن نسبت ماکیاولی. هر چیزی که هر یک کاری غلطی رو که انجام میدن میگن که این ماکیاولی چنین گفته بود، حالا که ماکیاولی بیزار است از این شاگردان نوبرآمد خودش در تاجیکستان. درست که ماکیاولی گفته بود که در سیاست در مقابل خارجی ها، دشمنان بیگانه، وقتی به وطن شما کسی هجوم میکند، یک سیاستمدار رهبر یک کشور میتواند از دروغ و فریب و حتی کشتار و نیرنگ و خیانت هم استفاده برد و این را که به اصطلاح امروزه زیرکی سیاسی نامش کردن و میگفت که این سیاستمدار باید این را داشته باشد، اما نه در مقابل هموطن خودت، نه در داخل کشور، که ماکیاولی اصلا این حرفا رو نزده است. و البته مسئله دیگری هم هست که اینا فراموش کردن که بعد ماکیاولی چگونه کار خود رو انجام داد، در یک حالت قشاقی و انزوا از همه جان سپرد، چون که دیگر هیچ کس با او باور نمیکرد. میگفتن کسی که به دیگران اجازه خیانت را میدهد در سیاست البته خودش هم خائن است. اون شاگردان معنوی ماکیاولی امروز در تاجیکستان هم دروغ گفتن نسبت ماکیاولی، هم به خود اجازه میدهند که در سیاست در مقابل رقیبان دروغ بگویند، خیانت کنند، عهدشکنی کنند و همون کاری که کردن تا امروز و حالا هم دارن ادامه میدن. از طرف دیگر اینا فکر میکنن که حالا برمیگردیم به همون سوال شما که چرا دیگران خاموشن، چون تا این وقت هیچ کس در تاجیکستان با هر دلیل دروغ‌های اینها رو رد نکرد. یکی از دلیل اساسی که نیروهای حالا به اصطلاح آدمانی که میخواهند دولت و دولتداری تاجیکستان خدشه‌دار نشود، حداقل یک نفر در کشور همچون یک شخصی با آبرو باقی بماند، هیچ کس حرف رئیس جمهور رو تا امروز نآمد به طور آشکار رد کند و بگوید که دروغ میگویی. چون بالاخره یک کس در جامعه باید دارای یک آبرو جایگاه باشد که در حالتی ضروری بتواند داوری کند، مسائل را فیصله کند. اما وقتی که انسان خودش رو میاد به سطح پایین و تبدیل میشود به یک طرف قضیه و اونم باز با استفاده از این لحن بسیار درشت و دروغ، دیگر دست دیگران کوتاه است، دیگران هم مجبور هستند که جواب بگن. اکنون به نظر من دیگر وقتی آشکار کردن این حقیقت ها رسیده است. اگر تا این وقت هر کسی با هر دلیل خاموش بود، از اون جمله مخالفین هم، به خاطر آنکه خب به هر صورت صلح بود، روند صلح آفرینی بود، اگر یک طرف بی آبرویی میکند حداقل طرف دیگر مسائل ملی رو رعایت کند. این مسائل بود که اجازه نمیداد اکثر کسانی که حرفی برای گفتن دارن صحبتاشون رو بکنن. البته نباید فراموش کنند که ترس هم در این بین وجود داشت، اکثری و هنوز هم دارد. اکثر شاهدان زنده که خودشون با چشم خودشون دیدند که کی کشت، کی غارت کرد، کی جنگ را آغاز کرد، امروز خاموشن. چرا میترسن؟ کسانی که جنایت صادر کردن اون وقت کشتن، غارت کردن و جنگ شهروندی را با دست خارجی آغاز کردن، امروز در قدرت هستند. چگونه یک نفر در داخل کشور میتواند آشکار بگوید که خودت قاتل هستی؟ حتی یک نفر در بیرون هم باشد، در داخل بالاخره خویش پیوند دارد، نزدیکانش هست، نمیتونه این حرفا رو بگوید. اما هستن یک گروهی که به اصطلاح آدمانی که دیگر مبارزه رو انتخاب کردن، براشون حقیقت بالاتر از همه چی هست و باید ملت بداند. وقتی آن رسیده است که دیگر حقیقت ها را بازگو کنند. اما یک نکته خیلی مهم است، اون حرفی که امروز درباره آغاز جنگ شهروندی میگویند و کی شروع کرد، کی انجام داد، بالاخره صحبت درباره تاریخ هزار ساله نمی رود که ما برویم سراغ کتاب‌های تاریخی. طبری چی گفت و مثلا تاریخ یونان چی میگه، که تحقیق کنیم بیاریم که کی این جنگ را شروع کرد، کی انجام داد، کی جنایتی بیشتر کرد. این جنگ در شاهدی همه ما و شما رخ داد. شاهدان زنده‌اند امروز. دیگر امکانیت دارد که حتی نه تنها روز به روز، حتی ساعت به ساعت اون حادثه رو برقرار کرد و اینو در ارشیوا هست، در ذهن مردم هست. کدام روز، کدام ساعت، کدام فرد به چی مشغول بود، چی گونه واکنش نشان داد، چی گفت.
اگر این رو یک طرف خالص، نه اون کسانی که در جنگ خودشون دست داشتن، بلکه یک طرف خالص بیاید ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه اینا رو برقرار کند، دیگر مشخص می شود که این جنگ رو کی شروع کرد، با دست کی شروع کرد، خائن کی هست، وطن فروش کی است. من نظرم این است که در عموم البته مسئله تاریخی کاری تاریخ شناسان است، تاریخ شناسانی بی‌طرف غیر سیاسی، اما در حال حاضر باید که شاهدان واقعه وارد میدان شوند و هر کس چیزی که درباره این جنگ، آغاز جنگ، نتیجه های آن، دهشت های آن میداند باید که بنویسد. البته شروع شده است. حتی ببینید بعد همین اتهام های بی اساس در رسانه ها و شبکه‌ها چقدر مواد پرتافته شد که یک نوع جواب به این اتهامات بود که شما مردم رو عذر میخواهم گل و گرنگ حساب نکنید که یا هر چیزی که شما میگید باور میکنن. مردم هم نسبت شما حرفی برای گفتن دارد. خب این ادامه سکوت به اصطلاح ترس در جامعه آیا باعث نمیشود که یک نیروی فکری و واقعی جامعه که مثلا اونها دلسوز بودند یا اینکه از یک واقعا هم یک نیروی روشنفکرانی که اونها ملت سازی میخواهند، اونها میخواهند ملت به یک جایی برسد، همچون عصری گذشته یک نیروی همچون خائن و دشمن ملت معرفی شوند. آیا این خطر وجود ندارد با این روندی که امروز جریان دارد؟ ببینید اصلا ما باید وقتی ما رسیده است که از لکسیکانی خود، از زبانی سیاسی و روزمره ملتمون این واژه ها را بیرون کنیم، حداقل نسبت هموطنان خود استفاده نبریم و بها دادن رو بگذاریم به تاریخ نگاران، به نخبگان، حداقل به یک داور یا قاضی عادل. البته منظور من اینجا دادگاه تاجیکستان نیست چون در اونجا هیچ عدالتی نیست، اما این رو حداقل میشه یک دادگاه عادل قضاوت کند که بالاخره خائن کی است، وطن فروش کی است. و من نظرم این است که خود نخبگان و شخصیت‌های فکری را هم زیاد وارد این قضیه نباید کرد و آنها را گذاشت برای تهیه و آماده کردن یک طرح ملی که حتما جای دیگر وقت دیگر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما من باز اجازه بدید من یک نکته دیگر رو براتون اینجا بگم. وقتی که واژه خیانت رو استفاده بردن و متاسفانه به مراتب نسبت نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌هایی که در ابتدای سالهای 90 فعالیت داشتند و حالا اینها رو متهم میکنن به آن که خواجگان خارجی داشتند، از طرف خارجی‌ها تأسیس شدند، با کمک آنها جنگ کردند. آیا خود شخص جناب رئیس جمهور یا کسانی که این حرفا رو تکرار میکنن یک مرتبه آمدن فکر کردن که خودشون، شخصی خودشون در این ترازی که برای دیگران ساختن چی وزن دارن، خود را یک بار برکشیدن؟ من یک مثال برایتان میارم. اگر بالفرض دلیلشون این باشد که نهضت اسلامی تاجیکستان یا اینات در مجموع از خارجی کمک گرفته است و از کسی پوشیده هم نیست، وقتی که در افغانستان بود اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک مگر میتوانست این اتحاد بدون کمک‌های برادرانه استاد مرحوم استاد شهید برهان‌الدین ربانی، شهید احمد شاه مسعود، استاد سیاف و دیگر شخصیت‌ها و حزب و حرکت‌های افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای دوست بتواند هم هزارها مهاجر را بخراند، بپوشاند، مقاومت کند، مبارزه کند و علیه این همه تانک و توپ و هواپیماهای ارتش خارجی، نه ارتش ملی بلکه ارتش خارجی که در تاجیکستان علیه ملت تاجیک می جنگید مقاومت کند، مگر این امکان داشت؟ امکان نداشت. اگر این را میگن که کمک خارجی را گرفت و این خیانت است و این مثلا موضوع خواجگان خارجی بودن است، پس بیاید خود دعواگران را در این ترازو بر بکشیم که قبل از آن که نهضت اسلامی تاجیکستان به افغانستان هجرت کند و نیاز پیدا شود که از خارجیان کمک بگیرد، این آقایان خود شخص جناب رحمان یکی از رهبران فرانت خلقی بود که نه تنها از خارجیان کمک گرفته است بلکه از طرف خارجیان تأسیس شده است و اینم از طرف خارجی عادی، از طرف یک خدمات جاسوسی کشورهای بیگانه. و اگر جناب رحمان برای به خیانت متهم کردن طرف اپوزیسیون دلیلی ندارد غیر از حرفهای عمومی،
در شبکه‌ها، در ارشیو، در ذهن مردم دلیل‌های فراوانی هست. حداقل همون صحبت پالکونیک کوچکوف که خودش اعتراف میکند که فرانت خلقی را من تأسیس دادم با سپارش فلان خدمات و چگونه تأسیس دادم، اون را ورق بزنن یا گوش کنن، مشخص می شود که این گروه به دست کی تأسیس شده است، چگونه مسلح شد، از کجا، با پولی کی و این رهبران رو چگونه انتخاب کردند. به صحنه آمدن خود چهره‌های سیاسی از آن جمله جناب امام علی رحمان از طرف این پالکونیک خدمات جاسوسی کشور دیگر خیلی آشکار و شفاف گفته شده است. خب همچنین یک شهروند تاجیکستان وقتی که مسلح می شود از طرف خدمات جاسوسی یک کشور دیگر و علیه حکومت مرکزی کشورش می جنگد و با تانک و توپ کشورهای بیگانه وارد پایتختش می شود، قبل از آن که نهضت به افغانستان هجرت کند و نیاز به این کمک‌های همزبانان و هموطنانش پیدا کند، همدینانش پیدا کند، این را چگونه بها می‌گذارند؟ اگر ما کمک گرفتن از خارجی‌ها را همچون معیار برای خیانت می‌دانیم، پس این باید برای همه باشد. قبل از آن که نهضت رو متهم کنند، باید این آقایان، این جنابان یک مرتبه این کرته دخترشون را به تن خود بپوشند و بعد ببینند که آیا خودشون به ملتشون، به کشورشون خیانت کردن نه. اگر خیانت نکرده باشند بیارن اثبات کنند. اگر کرده باشند که به نظر من بهتر یا انیقترش بگیم بدتر و بیشتر از نهضت کردن، پس وقتی اون رسیده است که از این استفاده دخوره این مفهوم ها و واژه ها نسبت دیگران خودداری کنند و حداقل اعتراف کنند که دیگران هم نسبت آنها حرف برای گفتن دارند و قوی‌تر از خود آنها. شما خود درباره بعضی اشتباهات صحبت کردید که جناب رحمان در مصاحبه‌های آخرش صراحتاً از آنها استفاده کرد، به خصوص در مورد وطن فروشی، آغازگران جنگ شهروندی و بدنفسی، یعنی یک اصطلاحایی که در صراحتاً از زبان رئیس جمهور صدا دادن و یک نوع همان جایگاه یک رئیس جمهور تا حدود میکاهد، ولی با وجود این سخنها صدا دادن و جناب رحمان صراحتاً با بدنفسی متهم کرد مخالفین خود را. شما در موضوع بدنفسی چی رو می‌بینید در زیر بدنفسی؟ ببینید، من یک مثال، فقط یک واژه استفاده شده از طرف امام علی رحمان رو، واژه خیانت رو اینجا برای شما شرح دادم که اگر آقای پرزیدنت فکر میکند که در اینجا در تاجیکستان کسی به وطن خیانت کرده است، پس اول خودش رو یک بار رفتار خودش رو، تاریخ خودش رو ببیند، مقایسه کند و بعدا این واژه رو نسبت دیگران استفاده کند که خودش چگونه سر قدرت آمد، با سلاحی کی، با مشورت‌هایی کی، کدام پایتخت اول سفر کرد و حالا هر کدام از این واژه‌هایی که ایشون استفاده کردن و بارها استفاده کرده اند و من امید دارم که دیگر استفاده نخواهند کرد، اگر هر کدام اینا رو تحلیل کنیم، اینا همش برمیگردد علیه خودشون. منم شخصا هیچگاه نمیخواستم که پرزیدنتی، حتی اگر پرزیدنتی خوب هم نباشد، ولی بالاخره پرزیدنت ملت ما است، کشور ما است، پرزیدنت کشور من تو این سطح پایین بیاید، حتی اگر رقیبی من هم باشد. و گاه انسان آرزو میکند که خداوند به او یک رقیب جوانمرد بدهد و من نمیخواهم که یک رقیب داشته باشم که تا این حد پایین آمده باشد و بالاخره او پرزیدنت است. من باور دارم که رحمان هم از رقیبی ضعیف خوشش نخواهد آمد، از رقیبی فرهنگ خوشش نخواهد آمد. او هم اگر یک رقیب قوی داشته باشد، با فرهنگ داشته باشد، حتما میتواند بگه که خب من یک شخص قوی هستم که رقیبم به این حد قوی شده است. حداقل ما تصورمون در این باره این است که رقیب ما اگر پرزیدنت هم باشد، بالاخره امروز نماینده رسمی ملت است، باید یک شخصی باشد که حداقل به گفتار خود، رفتار خود توجه میکند و تا این حد پایین نمیاد. اما من نمیخوام انصافا وارد این تفسیری واژه‌های دیگرش شوم و همه اینها رو بیارم در شخص رئیس جمهور مقایسه کنم که اگر کسی را خائن میخواند خودش چگونه رفتار کرده است، اگر کسی را بدنفس میخواند خودش چگونه رفتار کرده است و اصلا یک بار به گذشته خودش، به نفس خودش نگاه کند که آیا خوشنفس بود یا بدنفس. و اصطلاح مشهوری که از ایشون در ذهن همه باقی مانده است که من هیچ کس ندارم غیر از یک
برادر رو خدا رحمت کند و غیر از اون موضوعهایی که یا پیچکی که از همسایه قرض گرفته با دوشنبه آمدن، شاید اون وقت هیچی نداشت و یک نفسی آرام و نفسی خاکساری داشت. الان یک بار به نفس خودش نگاه کند که چی دارد و در کجا دارد. من حالا دیگر همه چی کشف شده ایستاده است. یک بار صورت حساب‌های بانک‌های خارجی رو ببینن، منطقه آفشور رو ببینن که خود رئیس جمهور و اقربا و نزدیکانش در بانک‌های خارجی چقدر مبلغ دارن که من مطمئنم با اون رقم‌هایی که ما داریم به مراتب بیشتر از بودجه سالانه تاجیکستان است. یعنی با اون پول شخصی که الان این آدمان بی‌نفس و یا خوشنفس به خارج برآوردن از پول ملت، از پول دولت، این رو اگر بیاریم بالای میز بگذاریم که حتما دیر یا زود این آشکار خواهد شد. بعد آقای رحمون با کدام چشم به ملت نگاه میکند که رقیبانش رو که به بدنفسی متهم میکند، مردم با کدام چشم نگاه خواهند کرد؟ خب اگر کسی هم بدنفسی کرده است یا گرفته است، از پول ملت نگرفته است، از جیب ملت، از بودجه ملت نگرفته است. با خصوص حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی، چه رهبریت گذشته است چه امروزش، بیارن اثبات کنن که از جیب مردم، از پول مردم، از پول بودجه حتی یک دیرم هم گرفته باشد. نگرفته است، اثبات کردن نمیتونن. اما ما صدها دلیل داریم که این جنابان بی نفس و متواضع و نفس شکسته چقدر پول ملت رو دزدیدن، در خارج بردن، دارن خزینه میکنن، پنهان میکنن. همین یک شرکتی که از پول از راه بین شمال و جنوب تاجیکستان پول جمع میکند، همین کافی هست که همین رو به مردم تمام تاریخش رو بازگو کنیم، چگونه پیدا شده است، از کی هست و چگونه یک شرطنامه غیر قانونی در پارلمان قبول شد. این کافی است که این آقایان بدنفس یا خوشنفس یک کمی مواظب حرف و صحبت خودشون باشند. میشه در این باره این شرکت کمی روشنی اندازید از جلسه پارلمان که در بارش گفتید؟ حالا ببینید، من تنها شاید یک قسمت این حرف رو بگم چون چارچوب این برنامه اجازه نمیدهد، ولی من اعتقاد دارم که این شرکتی که تأسیس شده است مال شخصی یکی از رهبران کشور هست و مردم را فریب دادند. از آن جمله خود من که نماینده پارلمان بودم در اون وقتا که این سازشنامه بین حکومت و این شرکتی IRS امضا میشد، کاملا قانونگذاری کشور پامال شده بود. جلسه‌ای که در آن این سازشنامه به اصطلاح راتیفیکاسیون شد، تایید شد، یک جلسه پنهانی بود، مخفی برگزار کردند. همگی یک ساعت پیش از برگزاری جلسه به وکیلان خبر دادند که ساعت 11 جلسه است و جلسه مخفی، کسی نمیدونست موضوع چی است. بعداً در تالار یک ساعت پیش از اون متن سازشنامه رو آوردند و آگاه شدیم، رفتیم به تالار. خب بین حکومت تاجیکستان و یک شرکت خارجی درباره مدیریت راه دوشنبه چنک سازشنامه باید که به تصویب برسد. خب سوال اول در ذهن ما وکیلان، حداقل اون چند وکیلی که سوال داشتیم این بود که چرا این جلسه مخفی؟ چون ما قانون درباره سری دولتی داریم که در اونجا مسئله خیلی مشخص گفته شده است کدام مسئله سری دولتی است و باید پارلمان هم جلسه ها رو در این موضوع به طریق مخفی برگزار کند. اما این یک مسئله صرف اقتصادی است. تاجیکستان هر روز ده‌ها سازشنامه بین حکومت و شرکت‌های خارجی امضا می شود، در پارلمان تصویب می شود، بیکار می شوند. برای مثال با تالکو هم به تصویب رسید، هم بیکار شد، من خودم حضور داشتم. با ده‌ها شرکت‌های دیگر، حتی شرکت‌های وطنی هم مسئله اقتصادی، مسئله تجارتی هیچگاه جزئی سری دولتی نبود که یک جلسه مخفی پارلمان برگزار شد. یعنی اینجا علاقه قانونگذاری کشور پامال شد و ما این مسئله رو در جلسه پارلمان گفتم. حالا چرا بعد چند سال میگم؟ چون اون وقت ما سوال گذاشتیم که اول شما جلسه آشکار اعلام کنید، ما حرفمون رو با مردم بگوییم. ما بالاخره نماینده مجلس هستیم اینجا و شما حق ندارید این مسئله رو در یک جلسه مخفی پارلمان برگزار کنید. ولی چون اکثریت در اونجا معلوم که از کی بود، به حرف ما چند نفر وکیلی که نظری دیگر داشتیم، یادم هست سید یوسف احمدوف در این مسئله با ما همراهی کردن، شادی شبدالوف تا جای همراهی ما بودن در این مسئله.
اون جلسه خیلی همه رو با هم زد. یادم هست که رئیس جلسه سیدلو خیراللهیف خیلی با شدت سروزیر عاقلوف اونجا حضور داشتن با همه وزیرها. خیلی حتی ما رو متهم کردن که ما به فتنه گری راه میدهیم. بین ما و رئیس مجلس خیلی در اون جلسه حتی کار به حدی رسید که مانده بود که ما دست به گریبان شویم و سری همین موضوع. چون من مخالف بودم که جلسه پنهانی برگزار شود. گفتم باید ملت بداند که راهش رو به یک شرکت داده ایستادن. انصافا من نمیدونستم که شرکت مالی رهبریت کشور مال شخصیشون است. چون در اونجا یک جنایت دیگری که صادر شد این بود که در جایی که باید امضای طرف حکومت تاجیکستان بود ولی در جایی که باید امضای طرف مسئولین شرکت میگذاشتن خالی بود. هیچ امضایی نبود، نه نام نه فامیل، یک جای خالی، حتی عنوان نیست. من یادم هست این سوال کردم از وزیر نقلیات اون وقته که بعدا سفیر شد در ترکمنستان، حالا اسمش اشورف اگر اشتباه نکنم، در منبر بود معرفی میکرد این سازشنامه رو. گفتم این چه شرکت است که نه آدرس دارد، نه مسئول دارد، نه نامی هست، در کجا ثبت شده است این شرکت؟ ایشان گفت که یک شرکت چینی هست، در چین ثبت شده است. خب اگر شرکت چینی است، اقلا شانگهای است، پکین است، باید آدرس داشته باشد، یک کس امضا کند. خب امضای طرف حکومت هست ولی امضای طرف این دیگر شرکت کجا است؟ خب آدرسش باید باشد، صورت حسابش باشد، مثل هر شرطنامه بین المللی دیگر. وزیر جواب دادن نتوانست و یادم هست که حتی خیراللهیف خیلی او را تون صحبت کرد که آمادگی نداری برای چی پارلمان آمدی و دعوت کرد از عاقلوف که بیاد خودش جواب بگیرد به سوال وکیل. ولی بعدا گفتن که این جزئیات است و وارد این جزئیات نشوید. سوال دیگر دادم که چرا شرطنامه به زبان تاجیکی امضا شده است و به زبان روسی، مگر اون شرکت خارجی شرطنامه‌اش رو به حداقل به زبان چینی نمی‌نویسد، امضا نسخه‌اش رو یا انگلیسی؟ چرا این سازشنامه مثل که بین دو همزبان امضا شده باشد، در اینجا خارجی نیست؟ گفتن که در چین همه زبان تاجیکی و روسی رو آموختن، میدونن، میفهمن که در مسئله چی گپ است. بعدا فهمیدیم که این شرکت هیچ ربطی به چین هم نداشته است. ولی حالا بدتر از این همه وقتی که ما پافشاری کردم، من خودم هم کلمه خیانت رو در اون جلسه استفاده کردم. حالا میگم که استفاده نکنیم نسبت یادگر، ولی من در اون جلسه کلمه خیانت رو استفاده کردم، اما نه به شخصی. هیچ کس رو متهم به خیانت نکردم. در سخنرانی هم گفتم که اگر هر کسی به جانبداری همین سازشنامه رأی میدهد به ملت و وطن خیانت کرده است. این یک خیانتی آشکار است و بردارن ثبت‌های اون جلسه رو. اگر میخوان بگن که کبیری دروغ میگه، تهمت میکند، ثبت‌ها هست، حتما بردارن پورا اون جلسه رو به مردم نشان بدهند و اثبات کنن که من دروغ میگم اگر دلیل دارن. ولی حالا تا اون وقتی که این کار رو نمیکنن، حرف من همچون حقیقت باقی میموند. و حتی وقتی که من این حرف رو گفتم از منبر پایین آمدم، رئیس مجلس خیلی حرفای دغل زد که ما داریم فتنه میاندازیم و ملت رو از نو به جنگ میکشونیم. ما فقط گفتیم که جنایت صادر نکنید، راه ملت رو به یک شرکتی که اصلا نمیدونیم از کی است نفروشید و اونم بود با قیمتترین نرخ در جهان. و وقتی که من پافشاری کردم، رئیس مجلس مسئله گذاشت که وکیل فلانی پارلمان رو تحقیر کرد، چون من گفتم که این خیانت است. هر کسی که رأی میدهد خیانت کرده است به ملت و خواهش میکنم که رأی ندهید. گفتن که این پارلمان رو خواهیم گفت و حکومت رو خواهیم گفت و این. و اون وقت مشاور دولتی پرزیدنت آید به حقوق شیرخان سلیم زاده بودن. و ایشان گفت که زنگ بزنید رئیس جمهور بیاد خودش، ما پارلمان رو پراکنده میکنیم، چون پارلمانی که خیانت کند از روی دعوای این کس باید که پراکنده شود و رئیس جمهور خودش بیاد و این پارلمان باید که پراکنده شود بعد صحبت این وکیل. و من گفتم که من اولین کسی خواهم بود که برای پراکنده شدن این پارلمان رأی خواهم داد. اگر جوان مردید با آواز مونید، همین حرف خودتون رو با آواز مونید، من رأی خواهم داد برای پراکندگی. وکیل لازم است این پارلمانی که اصلا نمیپرسد که صاحب همین شرکت کی است، با کی ما طرف شده ایستادیم. خب این خیانتی آشکار است، این یک بدنفسی آشکار است. و بعدا معلوم شد که این شرکت مال کی بود است؟ مال
کسانی که امروز دیگران رو به بدنفسی متهم میکنند، پول ملت رو میگیرد با راههای غیر قانونی، با امضا و تصویب یک غیر قانونی یک شرطنامه قانونی و اون هم میبرد در بانک‌های خارجی میگذارد و امروز متهم میکنن رقیبان خودشون رو به بدنفسی. یعنی یک مثال هست، فقط یک مثالی که من خودم شاهدم. من مطمئنم، باور دارم که ده ها مثال‌های دیگر هر شهروند تاجیکستان درباره بدنفسی آنها، درباره دزدی آنها دارند و اگر ما این سلسله رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که غیر از متهم کردن یکدیگر به اصطلاح خیانت و دزدی و قلابی کار دیگری نخواهیم داشت. حالا که طرف محترم با دهان پر دیگران را متهم به خیانت و بدنفسی میکند، گاه ما هم با آنها باید بفهمونیم که نه آقا این طور نیست. اگر شما با حرف عمومی ما را متهم میکنید دلیلی ندارید، خب ما دلیل های مشخص داریم بر ضد شما که چقدر شما به ملت خیانت کردید و بدنفسی کردید و دزدید و غارت کردید. تشکر میکنم استاد عزیز. البته وقتی که از یک طرف یک ضربه میآید، حتما طرف دیگر دفاع میکند و فکر میکنم این دفاعیات بود تقریبا به همین شکل میتوانید مطرح کرد که از جانب شما مطرح شد. ولی امیدوارم در آینده تاریخ معاصر تاجیکستان از زبان شاهدان آن به طور درست صحیح نوشته شود تا که مثل عصرهای گذشته چگونه که در گذشته جدیدان را محکوم کردند، حرکت جدیدی ها را تا زمانهای خیلی نزدیک ما محکوم میکردند، اونها را خائن و وطن فروش و دیگر معرفی کردند. گروه عبدالرؤوف فطرت و حتی دیگرها را به همین شکل متهم کردند. به هر حال امیدواریم که یک آشکارسازی های در این زمینه صورت بگیرد که این متهم سازی ها دوباره از ما باسمچی، از یک گروه مخالفینه که چی هستن، باسمچی نسازند. ببینید بابا جان، من باور دارم که اگر اسماعیل سامانی زنده می بود، اگر امام ابو حنیفه زنده می بود و اگر اون بزرگان دیگر، احمد دانش، صدرالدین عینی، هر کسی دیگر از اونایی که امروز این مردم بیرقشون میکنند و آنها را قهرمان ملت میدانند، خود را پیرو اونها میدونن، اگر زنده می بودن، من شکی ندارم که این حکومتداران امروز همه اونها را زندانی میکرد. یعنی حالا شما چی رسد به ما که اصلا کسی نیستیم، ما و شما یک شهروند قطاری هستیم، ولی من شک ندارم اصلا. چرا این روز از اونها تعریف میکنن خود را پیرو میدونن؟ برای اونها خطر ندارن دیگه، اونها رقیب نیستن، زنده نیستن. برای اینا هر کسی که صاحب اندیشه است، فکری مستقل هست، خطر دارد، باید جاش زندان باشد. اگر ما و شما از مبارزه دست کشیدیم یا خدا خودش میداند که چقدر عمر دارد رفتیم از این دنیا، مطمئن باشد که با ما و شما هم کسی دیگر کار ندارد و حتی احتمال دارد که بعضن گاگاگن آدم بدی نبود اگر تعریف هم نکنم، ولی چون زنده هستیم، در میدان هستیم، حرف میزنیم، تلاش میکنیم، ما دشمن هستیم دیگر. دشمن کسانی که دشمن اندیشن، دشمن آزادی هستند و اون کسانی هم که نام گرفتید، حتی شاه تیمور و مثال دیر نیست، با بایان همین ها، هم فکران همین ها بردن زندان، دشمن خلق اعلام کردن. بالاخره شاه تیمور که عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبود، ولی در سر حاکمیت همین بولشویکا بودن، با همین نگاه بردن، حتی همصف خودشون را هم زندان کردن، نصرت الله مقسوم و دیگر بزرگان را هم. خب چی رسد با ما که دیگر ما آشکار اینها را تنقید کرده شدیم و عضو حرکتی هستیم که از لحاظ فکری هم با هم مخالف یکدیگر هستیم. تشکر میکنیم. سلامت باشید. ما با پایان رسید. بینندگان عزیز، با استاد محیدین کبیری در خدمت شما بودیم و امیدواریم در برنامه‌های بعدی این صحبت‌ها ادامه می‌یابد و ما بر موضوع‌های دیگری را نیز به بحث خواهیم کشید. در خدمت هستیم. خدا نگهبانتون باشد.